السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به برنامه وزارت امور داخله در 7 روز گذشته خوش آمدید. الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله مسجد شریف به نام عبدالمنان شهید را در محوطه حوزه 11 امنیتی پلیس افتتاح کرد. آقای حقانی در مراسم افتتاح مسجد متذکر از منسوبین این حوزه خواست تا با مردم تعامل نیک داشته باشند. 200 تن از منسوبین ریاست امن عامه به خاطر ارتقای ظرفیت دروس عملی و نظری ضد شورش را آغاز کردند. منسوبین پلیس در ولایت‌های ننگرهار و پکتیا از قطع غیر قانونی جنگلات جلوگیری نموده و جلوی قاچاق ده‌ها خروار چوب را گرفتند. تیم ریاست عمومی نظارت و ارزیابی معینت پالیسی به منظور ارزیابی تطبیق پلان استراتژیک طرزالعمل‌ها و پلان‌های این وزارت رهسپار ولایت کنر شدند. منسوبین ورکشاپ تکنیکی و اساسی پلیچرخی ده‌ها اراده وسایط نظامی ادارات مختلف وزارت امور داخله را ترمیم و دوباره به منسوبین ادارات مربوطه سپردند. نیروهای پلیس ولایت پروان از بازداشت یک گروه 3 نفری اختطافچیان که در چندین موارد هموطنان ما را در خارج از کشور گروگان می‌گرفت و لطوکوب می‌کرد و در مقابل رهایی آنان از خانواده‌های آنها پول می‌گرفت بازداشت کردند. این بود دستاوردهای این هفته وزارت امور داخله. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.